5 موردی که هیچ کس در مورد نیمار نمیدونه و بدون شک آخری شوکتون میکنه. شماره 5. نیمار و کریستیانو رونالدو تولد خودشون رو توی یه روز جشن میگیرن. شماره 4. پدر نیمار یه فوتبالیست قدیمی و با تجربه است که برای خیلی از تیم‌ها توی برزیل بازی کرده. پس تو پیشرفت سریع نیمار خیلی نقش مهمی داشته. شماره 3. نیمار با 222 میلیون یورو به PSG رفت که گران قیمت ترین انتقال در تاریخ فوتبال بود. شماره 2. نیمار سومین فوتبالیستیه که بیشترین فالوور در اینستاگرام رو داشته پشت سر مسی و رونالدو. شماره 1. در سال 2006 وقتی که نیمار فقط 14 سال سن داشت، اون تقریباً به رئال مادرید پیوست، اما بعد از آزمایشاتی اون رو رد کردن. نبینم بدون